باز یک کودکی معصوم دخترچی 5 ساله سمیه جبارова سنه 2 نوامبر سال 2020 از نقصان مادرزادی خود شفا یافت. دخترچه تشخیص نقصان دل با مجرای گشاده شریانی و فشار بلندی شریانی شش داشت. کودک به بیمارخانه با علامت‌های کلانشوی حجم دل و بلند گشتن فشار در شریانی شش سنه 19 اکتبر فوراً به شعبه جراحی دل بستری گشت. خوشبختانه پس از اعلان نمودن اکسی خیریوی به نام کودک بیمار مبلغ ضروری در حجم 14,000 سومانی در مدت کوتاه با کمک مردم سخاوت پیشه به دست آمد و دخترچه سری وقت جراحی گشت. طبق اطلاع طبیبان من بعد با دل سالم عمر به سر میبرد. زمان جراحی مادر دخترچه استقامت کننده شهر کانی بادام گلافزا جبارova در نزد درآمدگاه بیمارخانه بی‌صبرانه انتظاری میکشید. خواطر و پریشان حال است. چندی پیش دکتران برایش خبر دادند که عملیات جراحی فرزندش با موفقیت پس سر گشت. از شنیدن این خوش خبر دماغش را هیجان بخش نمود. حتی یاروی سخنگویی نداشت. تنها میگفت که رحمت که ما را فهمیدید و دستی یاری دراز نمودید. اشک شادی مادر الکه امیدی نیک به فردای روشن کودک است. نه این شبش که خواب نرفت یا سحر باز سحری تو زیق بودیم. حاضر خورسندی رحمت شما به همه رحمت کلام همه شما من خورسند رحمت کلام شما و یکم دختر و رحمت کلام کی پول داداشم یکم داداشم 1000 شود صدشان میلیون ها شود رحمت کلام. خورسندی و خاطر جمعی مادر و باز یک کودکی شفا یافته امروز برایمان بهترین کامیابی است. قطره قطره دریا شود. محض در همدستی و همکاری با شما بینندگان گرامی ما توانستیم آرزو و آرمان صدها عائله‌های نیازمند را تا این مدت عملی گردانیم. در آینده باز بسیار کارهای نیک را همراه انجام خواهیم داد. مشتریان شرکت موبیلیتی سیل، زد موبایل، مگافون تاجیکستان و واویلان موبایل به رقم کوتاه 1519 زنگ زنید و چون همیشگی در جمع آوری مبلغ برای کودکان بیمار کمک نمایید. برنامه آرمان پیگیرنده کارهای نیک و ثواب است. پیگیری برنامه آرمان باشید.